سربازهای ما از خوردن سیب زمینی خسته شدن. اونا گوش میخوان. بیان اینو بخورن. سوسیسه مخصوص خودشون. جمانگ انبار کافور ما رو آتش زده. افراد ما بدون کافور حشری میشن. امکان داره ما رو بکنن. اونا کوناشون رو صاف و صوف کردن، پایین کشیدن و کوناشون رو از دور به افراد ما نشون میدن. قربان، این چه تاکتیکیه؟ بهش میگن سربازو بکن تشنه، کون میده لب چشمه. شعر نگو شاعر میشی، تو کون دادن ماهر میشی. این مال کیه؟ این مال کیه؟ قربان، شورش شده. سربازها دارن کونه هم میزنن. چه؟ مگه اینجا کسخونه ی هنگه؟